سعادت و رشد هر کشور و بخت و اقبال بلند ساکنان آن به وحدت و یکدلی و موقع‌گیری آنان در پیوند نمایی و پایداری روابط دوستی و تامین صلح و ثبات روی عالم میتوان بهاگذاری نمود. تاجیکستان عزیز پس از به دست آوردن استقلال دولتی و وحدت ملی زیر راهبری جوانمرد فرزانه و دوراندیش امام علی رحمان برای پاس داشتن فضای صلح و ثبات کامل، آرامی و آسودگی در کشور و جهان تشبس‌های سودمند و مشخصی را پیش بینی و عملی نمود. از جمله برقرار نمودن رابطه‌های دوستی بین کشورهای همسایه. آدمان از دوستی یا بدبخت دشمنی آرد به مردم روز سخت. امروز در صفحه کتاب مناسبت‌های دو کشور به هم همسایه تاجیکستان و ازبکستان صفحه نو گشوده شد. پس از 30 سال طریق قطاره اولین مسافران از شهر دوشنبه به شهر تاشکند می‌روند. سلام بینندگان عزیز تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی، با ما باشید. از جالبترین نقطه های این سفر به شما قصه خواهیم کرد. ما را تماشابین باشید. برقرار نمودن رابطه دوستی طریق قطاره برای ساکنان دو کشور به هم همسایه تاجیکستان و ازبکستان پدیده جالبی بود که طول 30 سال باز انتظارش بودند. این است که به راهبری قطاره خطسیر دوشنبه تاشکند دوشنبه را با شکوه و شهامت خاص تجلیل نمودند. میکنم که این مسئله تنها در کوشش و سعی و کوشش دو راهبر دولت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرامونویچ میرزیویف صورت گرفته شده است. مردم را دیر باز انتظار بودند. امروز خوشبختانه ما شاهد آن هستیم که قطاره با گروهی از مسافران و خطسیر دوشنبه سمرقند تاشکند به راه میبراید و این البته باعث افتخار و خرسندی است. یعنی کشور تاجیکستان، کشور عزیز ما و شما، روز به روز رشد کرده ایستاده است و امکانات‌های نو پیدا شده است. این فقط امروز ما درباره قطاره گپ میزنیم، مگر از این با راه‌های نقلیات اتومبیلی کشیده شده است. ما چندین خط سیر اتوبوس ها رو کشیدیم و امروز هم با اقدام ها رفته شده است که با خط سیرهای نو کشیده شود. یعنی در مسئله حسن همجواری، همسایگی نیک ما در طول تاریخ هم نشان دادیم و امروز هم جانبدار آن هستیم که همین کارهای نیک ادامه یابد. من شب از سمرقند اومدم، همین روز خرسندم همینجا اومدم که من پای سر شده است، سمالیات سر در سمرقند و این شهر سمرقند همین توریسم من روان اونجا هم شده اومد و رفت و ابدی شد خش تورو بیون خش تورو روان عذاب نکشن رابا برای هم پرپسکوی هم ایلایم ایرس نقشه و ویزو نقشه و پریزیدنت ها با خدا عمری دراز دیان ایلایم کرکوسون برول گرد خلق همین قیاردم کنن خدا یکوسون با سطیه من اخورسندیم حاضر همجا خسته آمدم ایلای مکن همه تینجی شود کسلو رود همه یاشکو نغز روز بیند کارای نغز برن کشویش دید همه کسون با خلق حمایه کنن دوشنبه خلقش با از سمرقند ازبکستان خلقش سلام میگه رحمت شما هم بیان شما نم رویتون سمرقند تازه همه آبی دوهاش تماشا کردن نیت کرده منم مهونم اومده این پاییز رشک شده است گنده خورسن شده اکون تست همه سمرقند ها اومده دوشنبه تماشا کرد رفتم و
لایق میشون. پرزیدنت ما رحمت اینی Özbekistan prezidentش به این دوشنبه به رحمت میگویم. ایلام تنشان ساخ باشد. ایلام ابدی شود تا آخر عمر باید همینجا عمده رفتن همه به نسل رسی گردن. رحمت شما باید رحمت ساخ باشید. در هوای صوت و ساز و تار و دف قطاره مسافربری ما که قطاره دوستی عنوان گرفته بود در مسیر دوشنبه تاشکند دوشنبه به راه برآمد. طبق اطلاع به دست آمده حرکت قطاره مسافربر از دوشنبه به تاشکند من بعد هفته یک مرتبه روز دوشنبه از شهر دوشنبه به شهر تاشکند و روز سه‌شنبه از شهر تاشکند به شهر دوشنبه راه خواهد پیمود. قطار از 10 واگن عبارت بوده برای مسافران شرایط سازگار مهیا گردانیده شده است. از دوشنبه تا تاشکند طریق راه آهن 916 کیلومتر 21 ساعت راه است. فرصتی خیلی طولانیه که به ما امکانیت فراهم آورد که با دیگر مسافران آشنایی پیدا نماییم و از هدف سفرشان واقف گردیم. قطارها وارد شد. ما بعد از 30 سال خانه دادر خودم رفتستم و مهمانی و دیدار بینی. دادر ما 30 سال شد اما شهروند ازبکستان شدگی. ما از تاجیکستان خودم ما با خورسندی چندین سال ما امی انتظار بودیم امی قطارها کشاده شدن. من قطارها کشاده شد ما رفتستیم. خورسندی ها تو کنار نداره خیلی و دیدار بینی میریم. نغز هم از خودیم نغز نگاه بین که سودین اینو. شما از ازبکستان تاجیکستان مهمانه اول قیینی کتی می آمدیم اونجا اتوشکا رفته قوغوزگیر و یا پرکون اینجا بیار هم قیین بودم دیگه. ما نغز آمد رفت سودیم. رحمت امام علی رحمان بیام مرزایف بیام ایلوی کم پود شما ابدی شوان ایلوی کم. سفر ما با سیاحت با کانیکولی من دخترها تحصیل تابستانه نه کلین تحصیل دارد دخترچم تحصیل کانیکولی تعطیلی تابستانه و همین سیاحت برآمدیم به تاشکند. ما سفری و داشتیم به ترکیه رفتن داشتیم نه که از شبکه‌های اینترنتی شدن راهی تاشکند دوشنبه شده شد. ما خرسند شدیم و سفر موندیم و سفری طرف تاشکند گرفتیم. اولین مرتبه ما یگان بار نبودیم در تاشکند من سمرقند. ما خرسند شدیم قطار شده شد. ما طرف ترکیه را موندیم و این قطار را انتخاب کردیم. خواهش دخترها کلین من همین طرف گرفتیم. مدت یک هفته 10 روز استراحت میکنیم با برمیگردیم به وطن با دوشنبه تاجیکستان خودمون. اولین ایستگاه ما در مرز ازبکستان شهر قرشه بود، اما بنابر سبب فرصت کم داشتن امکانیت نشد که این موضع زیبا را از نزدیک دیدن نماییم. باعث به ذکر است که قطاره ما از شهرهای قرشه، سمرقند، جیزخ و گلستان جمهوری ازبکستان می‌گذشت، اما ایستگاهی که همه منتظرش بودند شهر باستانی سمرقند بود.
شهر سمرقند شهری از صحفه‌های تاریخ، شهری که با گذشت 100 ساله‌ها مردم تاجیک را در هوای تاجیکانه با زبان تاجیکی خوش آمدید گفت. بینندگان عزیز، ادامه سفر ما است از شهر سمرقند باستانی و چطور ما میبینیم در این مکان در وокزال شهر سمرقند چنین نقطه های ارمغان فروش است و ما حالا میبینیم که این مردم ما را با یک صمیمیت خاص، با یک مهر و محبت صمیمی پذیرفته ایستادند و ما آمدیم به نقطه مشهورترین این مکان، مشهور با نام آوازه‌دار نانهای سمرقند است و ببینیم که یک سیاح خارجی را در این مکان چگونه پذیرایی میکنند. نصیب باشد ما میریم یک تاجیکستان انجلیکادا مهمون شدیم بیایم. خوش آمدید در سمرقند. باعث به تذکر است که خط سیر ما تنها 50 دقیقه در شهر سمرقند ایست کرد و خلاص. در این فرصت همسفران ما تنها امکانیت عکس برداری در گرد و اطراف ایستگاه راه آهن شهر سمرقند را داشتن و خلاص. با حس دوستی و رفاقت امروز این قطار به حرکت در آمد و امروز ما همسفر هستیم در این قطار و خوشبختانه شکر میگویم که این قطار دائمی در حرکت باشد و مردمی به هم دوستی تاجیک و ازبک با هم باز رشته های دوستی را قوی تر گردانند و از دیده و شنیده هایشان در این دو مملکت با هم بیایند و هم همین دوسти و рafоқат боз мустаҳкамтар шавад. Мы рады, что за 30 лет поставили Душанбе Ташкент. Наши связи, дружебные связи, что наладилось. Мы хотели бы еще наладить нашу дружбу, и наши поезда много было. И вы приезжали, мы к вам поезжали. Вот. اینده 36 سال کار کرده پنسیه برآمدم. من تاجیکستان من کارم معقول کرد، پر مکافات داد. هر خیلی بعد آخرنده پچوت جزدراش تاجیکستان گفتم من به عنوان دادم اینجا. من بسیار خرسند شدم که من حقیقت رهبرا من میبیندن، من بسیار حرمت میکنند نه. برای که 36 سال حاضر گپ نیست. همه وقت طلب کار کردم، چیزم کار کردم. لیکن من رهبرا همه خیلی خرسندم که همین پویزا سر کرد. پویزا سر کرد، من پویزا همه پرواد نکنم. آدم مهر محبت خاطر مرا بشواز میگیرد. برای همه من همه رهبرا، برای هم پرزیدنت امام رحمان، من پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزایف، همش من بسیار خدمت دارم. میگم رحمت میکنه که هر دو تاجیک ازبک با نزدیک کرد. برای همه الهی پروردگار همین دولت آبا چشم نرسد. هم بعد همه خیلی دوست یار برادری شده رفت آمده کردند. الله نصیب کنه تمام سلارگا رحمت کلام سلامت بولین تنج بولین. با همراهی عائله‌مون با قطار یکمین که از دوشنبه به تاشکند روانه مقصدمون یعنی سیاحی بود، استراحت. بله ما دیگر طرف میخواستیم به سیاحت برویم، اما در سامانه‌های شبکه‌های اینترنتی وقتی که دیدیم که قطار یکمین شده میشود بعد چند قدر سال خیلی شاد شدیم. مادر جان گفتیم مادر جان حتما، البته که حرف ما رو رد نکردن، گفتن اگر شما بخواید این تعطیل تابستانه شماست. از همین سبب ما
تصمیم گرفتیم که به سوی ازبکستان روانه میشیم با یکمین قطاره و ما یکمین مسافران میباشیم. همه چیزا نو، تجهیزات نو، خیلی پیشوازگیری خوب، همه تیاری خوب بود. ما خیلی خرسند شدیم که ما رو چنین پیشواز میگیرند. مردم تاجیک و ازبک رو گرفتند، از بعد اونها با هم تا همین درجه با هم پیوستگی هستند که اونها رو یک خیلی که با خون و وای و همش متحد شده یک جای شده هستند. اونها رو جدا کردن بسیار دشوار است. من به در یکان خانواده نیست که قریب در خانه اونها کلین از ازبکستان یا که ازبک هست یا که کلین از تاجیک هست کمی خیلی هست. نیست مردم ازبکستان تاجیک است، نیست مردم ازبکستان مثلا تاجیکستان ازبک هست مثلا. من خیلی نیست و این خشتباری چقدر نزدیک. غیر از این در این شهرهایی که در ازبکستان شهرهای تاریخی هست، اصلا اونجا در شهرهای تاجیک نشین بودن و این روز ما خرسندیم که با شرافت مثلا جناب علی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رامو و پرزیدنت جمهوری ازبکستان این راه اثرنا با این روی آهان کشیده که پاییز دوشنبه مثلا من که میمونم روی رفته سیدیم بسیار خرسندیم. باور میکنم که تا این نه خرسندی ما خرسندی تمام مردم تاجیکستان و ازبکستان است. برای که این راه مردم رو با هم نزدیک میکنه، از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی، از همه اونها نزدیک میکنه. ببینید که اصلا بعد از همه راهی بهترین است برای تماشا کردن و رفتن و آمدن مردم. چرا امروزه پاییزی روی آهن را ما امروز مخصوصا دقتی مردم، دقتی متصدیان دولت و حکومت و مهنتکشان و زحمتکشان خرد کلان موسفیدان که در اینجا نفر خفران ما در اینجا شادی داریم برای یک برتری دارد. برای چی؟ ما طریقی هواپیما رفته هست، طریقی ماشینی رفته هست، لیکن به طوری همین روی آهن رفتن و همین پاییز رفتن قطاره این از بسیار جهت هم خلای، هم از جهت اقتصادی ارزان، هم به خطر رفتن، هم این از نگاهی سیاحی بسیار خلای هست. همه طرفه بسیار خلای هست، براحت میرید، براحت میبید. راهسازان را دعای میرسد، هر کی را فرمود به جای میرسد. اگر تا جایی نروید، تا کاری نکنید اگر نمیشود. در حقیقت را مشکل کشای خود همه مردم است، هم مردم تاجیکستان هم مردم ازبکستان و این دو ملت البته از قرنهای دوری ها با هم آمیخته بودند، هم از دین و آیین و مذهب و از همه رسم و آیین‌هایی که هست. شکری خداوند را میکنیم، شکری وطن را میکنیم، شکری خلق بزرگوار را میگیم، شکرانه جناب عالی را میکنیم، شکرانه کلی مردم تاجیکستان را که امروز بهر پیشرفت اقتصاد جمهوری محنت میکنند و همین ضرورت داشت که این کار را بدرد این پاییز را برای جهت اقتصادی هر دو کشور یک تکان بزرگ است، چه از طرف ازبکستان چه از طرف تاجیکستان. بنابراین صاحب کلی مردم تاجیکستان و کلی مردم ازبکستان را با کشوده شوی پاییزی که امروز ما و شما شاهد و همسفر هستیم تبریک میگم و تنسیتی و خاطر جمعی خانوادی هر دو مردم را آرزو میکنم که همیشه تنسیت سربلند باشد و البته رای آهنشان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان همکاری های زیج داشتند تا همین روزها و زیج هستند و همکاری در بین این دو کارخانه بزرگ که در حقیقت این پیوندگر دیله های کلی مردم است، برای که از اینجا با قطاره چخیلی که هم سفران ما خیلی کرده گفتند البته این مهر است، محبت است که پیدا می شود. سفر کردن دنیا دیدن بهتر از دنیا خوردن است و برای اونی که سفر میکند حتما که جهان بینیش دیگر می شود. یک نمونه خیلی بهتره کجای خونده بودم که میگویند که آبی که یک جا می ایستد و چگونه آب است و آبی که جوری است. همین سفر کردن مثل آبی جوری است. آدم پاک می شود، صاف می شود، جهان بینیش دیگر می شود، دیدش دیگر می شود، دوستای نو پیدا می کند و دنیا رو با چشم دیگر می بیند. ما تمنا می کنیم که
همین گونه خوشی ها زیادتر باشد، باز به کشورهای دیگر سفر شود، همین گونه مردم را به آب داشته باشند، زیرا همیشه دوستی، صلح، مهر و محبت به مردم خوشبختی می‌آورد، فیض می‌آورد، برکت می‌آورد. بگذار که در همه جای دنیا فقط از دوستی سخن باشد، فقط از مهر و محبت سخن باشد. فکر میکنم این لحظه ها برای هر یک نفری که با این قطار سوار شد و جانب ازبکستان روانه شد بهترین لحظه ها هست. البته احساس ها خیلی گوناگون هستند و تأثیرات هم خیلی خوب است. آنچنان که ما 2 روز پیش در این قطار سوار شدیم با جمع همکاران، با جمع هموطنان خوش و خود و جانب ازبکستان آمدیم. البته مقصد ما که ترغیب دوستی و رفاقت بود و ما بال میکشیدیم و به سوی هموطنان خود، به سوی برادران خود، به سوی خویش تبار خود میرفتیم. از اقدام بسیار عالی و بلند 2 فرزند ملت تاجیکستان و ملت ازبکستان ما بسیار سرفرازیم. پس از 21 ساعت راه قطار ما به مکان مقصود به شهر تاشکند رسید. با ما باشید، ما از جالب ترین نقطه های سفر برای شما قصه خواهیم کرد. مسافران خطسیر ما را در شهر تاشکند در هوای ثبات و محیط دوستانه پذیرایی نمودند. اینک دور حساس و خاطرمان برای نفرانی که 10 ساله باز دیدار پیوندان مشرفشان گردید. اشک شادی و صداقت و رفاقت را در چشم چندین شهروندان جمهوری ازبکستان دیدیم. 89 سال بعد پیروز کرده ازبکستان آمدیم. کارگری ملی سبا کار کردیم، تاجیکستان بایم کردیم. اکنون راه ها محکم بود، خیش تبارات نتونستیم رفته خبرگیری. من خدا با شکر، من پرزیدنت شما قطعی چهچه کردن راه ها را کشاده است. بسیار خرسند شدیم. خوش آمده. بسیار ناز شد. بیایید پس این راه ها کشاده شود. وقتی با همین اماکن باید مردگی با نتونستیم رفتم. من اکنون خرسند شدیم. رحمت الهی من پرزیدنت ما شما قطعی بسیار امین زندگی نوید 100 ساله شیم یک جای یوبیلیش اتمیشت کنیم. رحمت خوش آمدید. من جیانم هم آمد 25 سال ندیدم و یارا اکنون من راه ها کشاده شد. تست رفته آماده میگیریم. رحمت شما با توقف ما در شهر تاشکند تنها 3 ساعت دوام کرد، اما برای اولین مسافران خطسیر ما از جانب دوستان ازبکستانیمان امکانیت فراهم آورده شده بود که در این فرصت کوتاه از چندین مکانهای جالب و دیدنی شهر تاشکند دیدن نماییم.
پس از حضور در شهر تاشکند از شهروندان جمهوری ازبکستان شنیدیم که آنها نیز از برقرار شوی ثبات و دوستی بین این دو ملت خیلی شاد و سرفراز هستند و هر یکی آنها مشتاق دیدار مکانهای زیبا و دیدنی تاجیکستان عزیز ما هستند. خاصه نو خصوصا قطار این همیشه یک بسیار رگ بسیار مهم نقلیات به حساب می رود و عمومی ترین مردمی ترین و بسیار با نرخ‌های مناسب همیشه مردم امکانیت سفر کردن بهترین راهش است. برای همین ما وقت‌های زیاد انتظار بودیم. من تا حاضر البته هواپیما برای گذاشته شد، اتوبوس‌ها بین شهرها برای گذاشته شد، لیکن آخرین چیزی که بود این قطار برای گذاشته شد و من حتی یادم هست که وقتی دانشجویی ما با قطار می رفتیم دوشنبه می اومدیم چندین دفعه. برای همین من فکر می‌کنم که با راه گذاشتن قطار از نو برقرار گردیدن خط سیر دوشنبه تاشکند فکر میکنم موج مسافرین بسیار باز هم زیاد می شود و طوری که حالا ما میدونیم از روی معلومات رسمی 20,000 روز به تاجیکستان و از تاجیکستان به ازبکستان رفت آمد میکنند و من فکر میکنم که قطار این مهمترین وسیله از مهمترین نقلیات هست که باز مردم به همدیگر نزدیک میکند و همون ریشه پیوندهای قدیمی و باز همون رفت و آمده که مردم داشتند باز زیادتر میکنند. بسیار خوشنود و سرفراز هستیم که هر روز یک نوگانی ما رو به آغوش میکشد. این قدم های دوستان قطاری اولین بعد از 30 سال به تاشکند وارد گشت از دوشنبه شهر. با این قطاره برای ما یک وگان قطاره مهر محبت صداقت دوستی همین ما در باز انتظار این پزمانی ما رو دوستان شما از تاجیکستان و ازبکستان آوردید و ما امروز در ازبکستان خود را خوشبخت میکنیم چون برابری دیگر نمایندگان ملت ها و خلقیت های دیگر تاجیکان هم بیشتر از میلیون ها شماره زیاد هستند. ما مکتب داریم، دانشگاه های عالی داریم، برنامه های تاجیکی، گفتارهای تاجیکی، روزنامه های تاجیکی داریم و هر وقتی که یک تاجیک از تاجیکستان می آید برای هر یک روزنامه نگاری ازبکستانی یک بخت است، یک شرف است، یک فخر است چون که هر نفری که برای سیاحت می آید دیدن از ازبکستان از جاهای قدیمی تاریخی یادگارهای قدیمی خیلی که از قرن تاریخ گپ میزند از دوستی همکاری خلقهای تاجیک و ازبک گپ میزند دیدن میکند با یک عالم تاثیرات با یک عالم مهر محبت باز به تاجیکستان میروند و همین باز صف دوستان را زیاد میکند. مردم بسیار وقت از ما هم از روی طبق وظیفه میدونن که روزنامه تاجیکی هست میپرسند که تاجیکستان چه رویم بیایم با کدام راه از طرف جنوب یا شمال یا ماشینی یا با سمالیات. حالت طبیعی است که مردم خواهد نخواهد به همدیگر کشش دارد و از همدیگر خبر میگیرند بین همدیگر بین خویش و تبار و جورب و دوست و همکورس و مثلا نمیدونم حالا مثلا صدها هزار در ازبکستان زندگی میکنند که مثلا در تاجیکستان تحصیل کردند و اونها در هر 5 سال 10 سال و میروند برای همدیگر دیدن و میروند دانشگاهشون ببینن همکورسشون ببینن شریک درسشون ببینن جوره و رفیقانش ببینن یعنی بسیار سبب‌های زیاد است که این مردم به همدیگر کشش همیشگی دارند. بار اول سال 2018 به تاجیکستان سفر کرده بودم همراه 12 نفر روزنامه نگاران که در آنجا ما در 5 روزی که ما بودیم در تاجیکستان این یک قرن تعلق دار به خاطره ها شاهد گشتیم و با این خاطره ها به ازبکستان آمدیم تا هنوز این خاطره ها این واخوری ها و صحبت هایی که خیلی صمیمی با مهر محبت بود فراموش ناپذیر است و برای ما نیروی تازه می بخشد. و سال 2019 اگر خطا نکنم در وقتی کشا شدنی نیروگاه راغون بودم که بر اونجا با جناب عالی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان صحبت کردیم و عکس فرآمدیم و این روز هم نه فقط برای من برای تمام مردم و بینندگان برنامه من خیلی روزی فراموش ناپذیر بود. و چند روز پیشتر البته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت جناب عالی امام علی رحمان که به تاشکند سفر کرده بودند ما با هر دوشان با دو پرزیدنت ما واخوردیم صحبت کردیم عاید دوستی همکاری و همکاری ژورنالیستان و خلق دوستی پایندگری دوستی خلقای تاجیک و ازبکستان صحبت داشتیم که این همه برای من و شما یک
واخوری‌های الهام بخش میباشد. مناسبت دوستی ملت تاجیک و ازبک از قرنهای دور سرچشمه میگیرد. جمهوری تاجیکستان با در نظر داشت موقع خوب جغرافی و گیوسیاسی داشتنش به پیوندهای چندین عصره مشترک و رابطه‌های تاریخی مردمان این دو کشور همسایه به توسعه و تحکیم بیشتری همکاری متقابله سودمند با جمهوری ازبکستان توجه خاص دارد. این است که بهر روابط دوستانه هم طریق نقلیات، هم طریق طیاره و هم قطاره راهها گشاده شده، رفت و آمد آزاد بین مردمان این دو کشور تأمین گردید. پس از بازبینی از چند مکان‌های زیبای شهر تاشکند، ما طریق قطاره راه میگیریم به شهر دوشنبه عزیز و دوست داشتنی و باید قید نمود که امروز این مسافرانی که به تاشکند پایتخت جمهوری ازبکستان سفر نمودند و تنها در مهلت 3 ساعت امکان داشتند از جایهای زیبای این شهر دیدن نمایند و ما باوری به آن میبندیم که این قطاره که از شهر دوشنبه به شهر تاشکند آمد رشته دوستی این دو ملت را باز هم گسسته تر خواهد نمود و در سمت دوستی این دو ملت به هم همسایه نقش بارزی خواهد گذاشت و ادامه سفر بازگشت به تاجیکستان جان خواهد بود و دیدار در شهر دوشنبه. باعث به قید است که در بازگشت به قطاره ما 175 همسفر از جمهوری ازبکستان همراه گشتند که هر یکی آنها آرزوی دیدار وطن ما را داشت. عثمان نظرف، سابقه‌دار راه آهن ازبکستان، گفت او مهمان همیشگی شهر زیبای دوشنبه است، زیرا هر کوچه دوشنبه شهر صفحه از کتاب خاطرات آوان جوانیش را بازگردان می نماید، چون که او دوران جوانیش را در شهر دوشنبه گذرانیده است. Мы с таджикским народом всю жизнь друзьями были, родственники. Друг к другу ездили, учились там в Душанбе. Половина Сурхандари, Кашкадари учились в железнодорожном училище там. Вот это продукт Душанбинского учебного заведения сейчас распространен в Бухаре, Каршах, Термезе, ну, по другим городам железной дороги Узбекистана. Поэтому мы ценим вот это все, что долгое время мы связались друг с другом, общаемся до сих пор. Мы с таджикским народом едины всегда, всегда едины, всегда поддерживаем, всегда помогаем, всегда даем советы или получаем от них советы. Так что вот этот поезд, это вот сейчас этот поезд привел такой радость народам Таджикистана, Узбекистана, что особенно старые люди на всех видах транспорта не могут продвигаться. Вот поезд засел, кто в Самарканд, кто в Карши, кто в Ташкент, ну кто в Фергану через Ташкент. Очень создали удобства. Спасибо нашим президентам. هر یک همسفر ما با مقصد راه سوی جمهوری ازبکستان پیش گرفته بود. یکی برای سیاحت، دیگری برای دیدار دوست، دیگری باشد برای وصال پیوندان.
خوبی سفر ما طریق قطاره در آن بود که چندین دوستان و همپیشگان خود را خوبتر و نزدیکتر شناختیم و با چندین شهروندان جمهوری ازبکستان رشته دوستی پیدا نمودیم. بادا که صلح و ثبات، آرامی و اتفاقی این دو کشور همسایه جاودانی باشد و دل و دیده مردم شاد و خوش و خرسند.